هر ساله افراد حقیقی و حقوقی موظفن که حساب سود و زیان و درآمد و دارایی خودشون رو در قالب یک فرم به اداره مالیات ارائه بدن. به این فرم که به صورت الکترونیکی در سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل و ثبت میشه، اظهارنامه مالیاتی میگن. حالا سوال اینجاست که اشخاص حقیقی و حقوقی تا چه زمانی مهلت دارن تا نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند؟ زمان ارسال و پر کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی بر اساس اساسنامه شرکت مشخص میشه. بنابراین اگر سال مالی اشخاص حقوقی در اساسنامه مشخص شده باشه، تا 4 ماه پس از پایان سال مالی فرصت دارن تا اظهارنامه مالیاتی خودشون رو به اداره مالیات ارائه کنند. اما اگر سال مالی شرکت در اساسنامه مشخص نشده باشه، پایان اسفند ماه به عنوان پایان سال مالی اونها در نظر گرفته میشه و 4 ماه یعنی تا پایان تیر ماه فرصت دارن تا نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. اشخاص حقیقی مشمول مالیات معمولاً تا 31 خرداد ماه هر سال مهلت دارن تا اظهارنامه مالیاتی خودشون رو در سامانه ثبت و تکمیل کنند. در مورد اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده باید تکمیل فرم تا 15 روز پس از پایان هر فصل صورت بگیره. به عنوان مثال تاریخ ارسال و پر کردن اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده زمستان سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری فرصت داره.